در چین یک بوز معیوب راهروی را با دو پای پیشش آموخته بسیاری ها را مات و محبود کرده است. این بوز 20 دکبر سال 2015 در فرمه یک کشاورزی ولایت یونان به دنیا آمده در روز اولی زندگیش با دو پای پیش رست خیست. بعد یک هفته بوز مثل صاحبش راه میگشت. کشاورزان محلی میگویند که در گذشته مادر این بوز 2 دفعه طفل سالم به دنیا آورده است. بیطور محلی تخمین میکند که اثنای حمل مادر بوز در برخورد با بوزهای دیگر از شکمش لت خورده بعداً طفل معیوب را تولد کرده است. امروز مردم زیادی به تماشای این بوز می آیند.